اگه شما میخواین مثل من 47 معمولیتون رو بکنین 47 متریک کاملا به صورت رایگان، پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. سلام عزیزای دلم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز میخوام یه ترفند بهتون یاد بدم که 47 معمولیتون رو تبدیل به 47 متریک کنید کاملا به صورت رایگان و بدون هیچ بنی. بچه‌ها این ترفند یه دونه باگی که میتونه 47 معمولی شما رو تبدیل به 47 متریک کنه و با استفاده از این باگ میتونین خیلی رایگان 47 متریک رو بگیرین. بچه‌ها برای دریافت این باگ فقط کافیه که برین داخل قسمت گانای متریک که اونجا گانا رو دانلود میکنین و 47 متریک رو انتخاب کنین. وقتی که 47 متریک رو انتخاب کردین کافیه روی لول هاش بالا پایین کنین، از 0 برین روی 8 و از 8 بیاین رو به 0. این کار 2 بار انجام بدین طبق ویدیو و در ادامه همراه من باشین. یه نکته که حتما باید رعایت کنین اینه که قبل از اینکه بخواید این کار رو انجام بدین حتما اسمتون رو بزنین روی استریمر مود و بعد این کار رو انجام بدین. خب عزیزای من، وقتی که این کار انجام دادین از اون قسمت بیاین بیرون و برین داخل مولتی پلیر. توی قسمت مولتی پلیر برین داخل لودتتون و AK47 رو انتخاب کنین و حتما این اتچمنتی که داخل ویدیو رو چیدم شما هم حتما بچینین. بچه‌ها یه نکته که باید رعایت کنین، حتما باید توی لودات 10 اینو بچینین و اینکه حتما همین اتچمنت باشه و اتچمنت دیگه روش نباشه، فقط هم همین دوتا باشه، اضافی اصلا روش نذارین. بچه‌ها بعد از اینکه این کارو کردین فقط کافیه که از گانتون 4 بار عکس بگیرین و برین داخل گانای گان لژند و متیک. از AK47 متیک هم 4 بار عکس بگیرین، اسکرین شات بگیرین و ضربه در رو بزنین. خب عزیزای دلم، بعد از اینکه این کار رو انجام دادین برید داخل قسمت مولتی پلیر و تیم دسمچ و مپ فایر رنج رو انتخاب کنین و بازی رو استارت کنین. بعد از اینکه بازی رو استارت کردین باید چند تا کار داخل بازی انجام بدین که خیلی مهمه این کار رو درست انجام بدین و خیلی تو گرفتن گارمتیکتون تاثیر داره. اولین نکته که باید بهش دقت کنین، توی بازی حتما با همون اتچمنتی که گفتم و همون لودات 10 باید بازی کنین و با 47 کلا انمی رو بزنین و اینکه باید 1 دقیقه بازی کنین و بعد از 1 دقیقه بهتون میگم چه کاری رو انجام بدین. اگه دقت کنین همون قسمتی که اعداد کیلاتون و اعداد تیم شما رو با تیم حریف نشون میده زیرش تایمی داره که اون تایم 10 دقیقه است. بچه باید بذارین که اون تایم بشه 9 دقیقه، یعنی 1 دقیقه از بازی بگذره و یه پیام میره داخل قسمت چت و داخل قسمت تیم ارسال کنین داخل بازی. یکم سرعت ویدیو رو زیاد میکنم که این 1 دقیقه بگذره و بهتون بگم که باید چیکار کنین. بچه 1 دقیقه من داخل بازی تموم شد و باید بزنم روی قسمت چت و یه پیامی رو ارسال کنم داخل بازی. بچه دقت داشته باشین که این پیام حتما داخل قسمت تیم بنویسین و برای اینکه پیام به دست بیارین و چی بنویسین اصلا اونجا بهتون توی آخر ویدیو بهتون میگم که باید چی کار بکنین که این پیام رو گیر بیارین. بچه دقت داشته باشین که برای گرفتن این گانه اصلا نیازی نیست VPN بزنین و از هیچ VPN استفاده نکنین و با همین نت ایران خودمون بیان داخل بازی. و اینکه یادتون نره که فقط با AK47 کیلا رو بگیرین و بازی کنین و با هیچ گان دیگه بازی نکنین. بچه‌ها اگه تا اینجا ویدیو رو دارین نگاه میکنین
از کانال ما حمایت کنید و ویدیو رو لایک کنید و چنل سابسکرایب کنید و با این کارتون خیلی من انرژی میگیره و خیلی دوستتون دارم. دقت داشته باشین که وقتی پیام بهتون میدم حتما پیام رو کپی کنید و اینجا وارد کنید و اصلا سعی نکنید خودتون پیام رو بنویسید چون ممکنه اشتباه بنویسید. خب حالا بریم سر اصل مطلب. بچه برای اینکه بتونید پیام رو گیر بیاریم فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و از این کارتون یه دونه اسکرین شات بگیرید. این اسکرین شات رو داخل پیج اینستاگرام من که هم لینکش داخل صفحه اصلی کانال هست و هم زیر دیسکریپشن این ویدیو، حتی آیدی پیج هم زیر همین دیسکریپشن همین ویدیو نوشتم. از این قسمت ها میتونین پیج اینستاگرام منو پیدا کنین و اسکرین شات رو اونجا داخل دایرکت برام بفرستین. توی اولین فرصت چک میکنم و حتما کدو بهتون میدم و خیلی عشقید. بچه ها میدونم زیاد کار جالبی نیست، زیاد کار درستی نیست، تو همه ویدیوهام اینو دارم میگم، ولی این کارو فقط برای پیشرفت چنل انجام میدم و اگه این کارو میکنین خیلی دوستتون دارم و خیلی عشقید. بچه ها همین الان نمیخواد برین داخل اینستاگرام و عکس رو ارسال کنید، هنوز کلی نکته داره. اول تا آخر ویدیو نگاه کنید و همه نکته ها رو بدونید و بعد اسکرین شات رو بگیرید. توی بعضی ویدیو هم چند تا از بچه ها هستن که درست نمیتونن این کار رو انجام بدن و اشتباه به نظر من این کار رو انجام میدن، یا حالا بعضی ویدیوها که VPN میخواد VPN خوب استفاده نمیکنن، نمیتونن این آیتم ها رو بگیرن و عصبانی میشن. بهشون حق میدم، منم اگه جای شما بودم وقتم تلف میشد شاید عصبانی میشدم و خیلی حرفا رو میزدم، ولی بچه به نظر من مشکل از انجام کار خودتونه یا حالا VPN تون بده. حالا همه ویدیو هم VPN نمیخوان، ولی کلی از بچه هم تشکر کردن که خیلی دوستشون دارم و خیلی لطف دارید، ولی اگه بازم ویدیوهای قبلی رو نتونستیم بگیریم فدا سرتون. توی ویدیو جدید حتما یه روزی بالاخره یه چیزی رو میگیرید دیگه برای اونایی که نگرفتن، ولی اکثر بچه ها میتونم بگم 90%شون همه آیتم ها رو میگیرن و نوش جونشون هرچی میگیرن. بچه ها دقت کنین، ممکنه داخل مچی که بازی میکنین تیرای AK47 تون تموم شه. ببینید من داخل بازی خودم رو کشتم و دوباره اومدم داخل بازی و از گان دیگه استفاده نکردم. شما فقط از AK47 استفاده کنین و همه انمی ها رو با AK47 بکشین. خب عزیزای دلم دیگه آخر مچ و صحبتش رو زیاد میکنم تا برسیم به ادامه نکات. خب عزیزای دارم وقتی مچی بازیتون تمام شد بازم باید برین از AK47 متیک که از همون جایی که گان رو دانلود میکنین از AK47 متیک بازم 3 بار اسکرین شات بگیرین. بچه‌ها این اسکرین شات ها رو باید از داخل خود بازی بگیرین. دقت داشته باشین یه دونه علامت ذره بین اونجا هست که وقتی رو اون ذره بین میزنی یه علامت عکاسی براتون میاد که اگه رو اون علامت بزنین اسکرین شات میگیره از گانتون. بچه بعد از اینکه از 47 متیک عکس گرفتین میرین و دوباره از همون AK47 که توی لودات 10 هست از همون هم 3 بار اسکرین شات میگیرین. لازم نیست که این اسکرین شات ها رو سیو داشته باشین، رون ضربه دره هم بزنین هیچ عیبی نداره، فقط باید 3 بار از این اسکرین شات بگیرین. بعد از اینکه اسکرین شات ها رو گرفتین بازی رو دوباره استارت میکنین. عزیزای دلم وقتی بازی استارت شد همون لودات رو انتخاب بکنین و وقتی اون رو انتخاب کردین ببینید که 47 متیکتون رو دریافت کردین. بچه‌ها حتما لودات رو انتخاب کنین چون اگه لودات دیگه باشه باگ کلا عمل نمیکنه. همونطور که داخل ویدیو می‌بینید من 47 رو گرفتم. یه نکته دیگه که داره این باگ فقط برای همین سیزنه و برای سیزن‌های آینده کار نمیکنه. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین و اگه تا اینجا رو نگاه کردین 2 تا قلب سفید داخل کامنت بذارین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.